من محسن سازگارا هستم و امیدوارم که برای اولین بار بعد از 200 سال کشمکش در جامعه ما بین سنت و مدرنیسم و استبداد و آزادی جامعه ایران پا در مسیری بگذاره که مسئله مشکل با دنیای مدرن و دموکراسی رو حل کنه و جنبش دموکراسی خواهی مردم ایران به انتقالی آرام و مسالمت جویانه از استبداد دینی حاکم بر ایران به یک نظام دموکراسی توفیق پیدا کنه، نظامی که مبتنی بر عقل و حقوق انسانی باشه و بتواند با دنیا تعامل بکنه.